باری دویم از خدا دور شدند. داوری دویم اهود. و از نو بنی اسرائیل آنچه در نظر خداوند بد بود به عمل آوردند. و خداوند اجلون را که پادشاه موآب بود بر اسرائیل غالب ساخت، چونکه آنها آنچه در نظر خداوند بد بود به عمل آوردند. و او بنی عمون و عمالق را نزد خود جمع کرد و آمده به اسرائیل ضربه رسانید و آنها شهر خرمازار را گرفتند. و بنی اسرائیل به اجلون پادشاه موآب 18 سال خدمت کردند. و بنی اسرائیل سوی خداوند استغاثه بردند و خداوند برای آنها نجات دهنده، یعنی اهود ابن جیرای بنیامینی را که مردی چپ دستی بود به میدان آورد. و بنی اسرائیل به واسطه او به اجلون پادشاه موآب هدیه فرستادند. و اهود برای خود شمشیر دودمه که درازیش 1 ذراع بود ساخت و آن را در تک جامه خود بر ران راستش آویخت و هدیه را به اجلون پادشاه موآب پیشکش نمود. و اجلون شخصی بغایت فربه بود و چون پیشکش کردن هدیه را انجام داد، آدمانی را که هدیه را برداشته آورده بودند گسیلانید و خودش از پیش صنم‌هایی که نزد جلجال بود برگشته گفت: سخن مخفی برای تو دارم ای پادشاه. وی گفت: خاموش. و همه حاضران از پیش وی برآمدند. و اهود به وی نزدیک آمد در صورتی که وی در بالاخانه سلقین تنها نشسته بود. و اهود گفت: کلامی از جانب خدا برای تو دارم. وی از کرسی برخاست و اهود دست چپ خود را دراز کرده شمشیر را از بالای ران راست خود گرفت و آن را به شکم وی فلانید، به طوری که دسته آن نیز با تیغش فرو رفت و چربو تیغ را پوشانید، زیرا که شمشیر را از شکم وی کشیده نبرآورد و نجاست وی زده برآمد. و اهود به راه رفت برآمده درهای بالاخانه را از پشت وی بست و قفل کرد. و چون او بیرون رفت، نوکران وی آمده دیدند که اینک درهای بالاخانه قفل است و در دل خود گفتند: یقیناً وی در خانه سلقین و حاجت برخاسته است. و خیلی وقت معطل ماندند و اینک وی درها را نمی گشاید. و آنها کلید را گرفته گشادند و اینک آقایشان بر زمین مرده خوابیده است. و اهود در زمانی که آنها انتظار می ایستادند ناپدید گشت و از پیش صنم‌ها گذشته و سوی سیرا گریخت. و همین که به آنجا رسید بر کوه افرایم شاخ نواخت و بنی اسرائیل با او از کوه فرود آمدند و او پیشاپیش آنها بود. و به آنها گفت: از عقب من بتازید، زیرا که خداوند دشمن شما را به دست شما سپرده است. و آنها از عقب او فرود آمدند و معبرهای اردن را که جانب موآب بود گرفتند و هیچ یکی را نگذاشتند که از آنها عبور نماید. و در آن وقت تقریباً 10,000 نفر را از موآبیان، یعنی هر پهلوان و جنگاور را کشتند و هیچ کس نتوانست بگریزد. و موآب در آن روز زیر دست اسرائیل اطاعت نمود و زمین 80 سال آرام یافت. شمجر داوری سیوم. و بعد از او شمجر ابن عناد بود و 600 نفر را از فلیسطیان با تیاق گاورانی زده کشت و او نیز اسرائیل را نجات داد.